انسان معمولا سعی میکنه که ذهنش رو با افکار مثبت پر کنه و از افکار منفی دوری کنه. ولی این کار همیشه نتیجه نمیده. و ساده تر اینه که خودمون رو به نیروی الهی یا درونیمون بسپاریم. سلام، من ارغوانم و اینجا کانال کتابخونی جنگلی. امروز قراره بریم سراغ بخش 4 کتاب 4 اثر از خانم فلورانس اسکاونشی. اگه به یادگیری و کتابخونی علاقه داری کانال منو سابسکرایب کن. مطالب اینجا به همدیگه متصله. خب بریم سراغ کتاب. یه استاد متافیزیک مطلبی که اول ویدیو گفتم و اینطوری تشبیه میکنه. میگه همونطور که اجسام روی زمین به دلیل جاذبه وزن دارن و در کرات دیگه دچار بی‌وزنی میشن، ذهن ما هم وقتی به الوهیت درونی متصل بشه به آرامش میرسه. در این بخش نویسنده به بررسی قدرت ذهن نیمه هوشیار پرداخته و تاثیرش روی زندگی انسان رو توضیح میداده و اینکه چطور با شکرگزاری و ایمان میشه شرایط رو تغییر داد. پس آخر ویدیو با من باش. ذهن نیمه هوشیار جاییه که باورها و افکار نهفته به سطح میان و رفتارها و نتایجش در زندگیمون رو شکل میدن. زنی رو مثال میزنه که به دلیل مشکلات مالی و شرایط سخت زندگی امیدش رو از دست داده بوده، ولی برای وسایلی که از قبل داشته، چیزایی که از قبل داشته، اون هنوز شکرگزاری میکرده و این شکرگزاری باعث حفظ ایمانش شده بوده به قدرت خداوند و اون تونست زندگیش رو تغییر بده. ایمانش به معجزه و توانایی تغییر شرایط بهش کمک کرد تا از بحران مالیش بتونه رد بشه. یادتون باشه برای تأثیر بر ذهن نیمه هوشیار ما به ایمان فعال نیاز داریم، نه فقط کلامی. در قسمت دیگه ای باز از هنرجوی پیانویی میگه که با وجود داشتن یه پیانوی جدید نمیتونست از پیانوی قدیمی خودش دل بکنه و این مثال رو برای اهمیت رها کردن باورها و دارایی‌های قدیمی برای ایجاد فضای پذیرش چیزهای جدید میاره. پس اینجا کتاب از موضوعاتی مثل آرزو، ثروت، فقر و ذهن انسان، ایمان و همینطور ترس نویسنده برامون گفته. اگه ویدیوهای قبلی رو گوش ندیدی حتما به پلیلیست این کتاب برو. من لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن، نگاه کن، بعد اینجا رو ببین. مطالب به هم دیگه متصل هستن. نکته اصلی که در این بخش از کتاب هست تاثیر مثبت طرز تفکر و دیدگاه ذهنی در وضعیت فردیه. حتی وقتی که با مشکلات مادی داری دست و پنجه نرم میکنی. و از موضوع ترس دوباره به شکل دیگه ای صحبت میکنه و میگه بیماری یا میکروب میتونن انسان رو به سطح پایین‌تری از نظر ذهنی بکشونن و ترس باعث میشه که انسان به نوعی هماهنگی با میکروب برسه و اون رو به سمت خودش بکشونه و جذب کنه. و همینطور نویسنده میگه در سطح بالاتر ذهنی یا به تعبیر خودش ذهن الهی میکروب ها و بیماری ها وجود ندارن و این باورها حاصل تظاهرات واهی انسانی هستن. این جمله مهمه، پس تو حافظتون نگهش دارین. ترس از هر چیزی میتونه ما رو به سمت تجربه کردن اون موضوع سوق بده. و نویسنده میگه با حفظ آرامش و حفظ قدرت انسان میتونه از تاثیرات منفی اون در امان باشه. یه بخش دیگه رو هم خوندم و براتون گفتم. مطلب دیگه که خیلی مهم بود، من فکر میکنم برداشتم بود از این بخش کتاب، اینه که نویسنده تاکید میکنه ما با تغییر دیدگاه میتونیم دنیای بهتری رو تجربه کنیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.